اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان که یکی از ولسوالی های دوردست می باشد، شفاخانه این ولسوالی افتتاح و ارائه خدمات صحی را آغاز کرد. رئیس صحت عامه پکتیا می گوید در ولسوالی های دندپتان، جانخیل، گردسری، سید کرم و میرزکه به ارزش 3.2 میلیون افغانی 6 کلینیک را به بهره برداری سپرده است. کمیته جمع‌آوری گدایان تا 18 ماه جدی سال جاری 1401 هجری شمسی از شهر کابل 24276 تن گدا را جمع‌آوری نموده است و این روند ادامه دارد. شیخ عبدالحکیم حقانی محدث مشهور کشور امروز در جلسه مدرسه مرکزی جهادی ولایت کندهار اشتراک نمود. هلال احمر افغانی میگوید 34 کودک بیمار دیگر که به بیماری سوراخ قلب مبتلا بودند برای عملیات و تداوی به شفاخانه های آریانا و فرانسوی ها در پایتخت کابل معرفی گردیدند. کار بازسازی شفاخانه ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا به گونه اساسی و معیاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. از شفاخانه معتادین ولایت بادغیس 21 تن بعد از 45 روز تداوی به خانه هایشان بازگشتند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان الحاج خلیل الرحمن حقانی بر رهبری استاد محمد الصغیر استاد پوهنتون الازهر مصر با علمای برجسته ترکیه، مصر، سودان، لیبیا و فلسطین در دفتر کاریش دیدار نمود. رئیس محکمه استئناف ولایت ارزگان از محکمه ابتدایی ولسوالی خاص ارزگان دیدن نمود. آمریت نرم اداری ملی استاندارد برای 4 نو موتر شرکت برشنای افغانستان نرم تعیین نمود. در وزارت عدلیه امتحان رقابتی بسته‌های خالی اخذ گردید.